این دکان کرایه است. خانه استخار است. مسافر هستم. خب این پدر جانت بود کدت که بود؟ نه این خلیفه ماست. خلیفه است؟ ما مسافر هستم. پدر جانت کجاست؟ پدرم فوت کرده. فوت کرده؟ مادرت؟ مادرم دیگه شوی کرده. چی میگی؟ دیگه شوی کرده خیست رفت بود. دیدم که نمیشه بود. چند خوار بیادر هستین؟ دو بیادر هستیم یک خوار. دو بیادر یک خوار. اردوگه که تو ارسگه که تو در میدان ماندین دیگه. مادر عروسی کرد؟ اونا کلان زن داره شوی کرده. خب تو تک تنها موندی؟ تو رو ایلا کردن؟ نه نان میتن نه میتن نه نگاهت میکنن. چه رقم خوری و بیادری است؟ اونا خود دیگه دیدم که پیسه داشتم یک دوره سرپا داشتم دیدم که نمیشه. شاو ساعت 7 18 دقیقه بود. هفت بجه باندارم 4:30 بجه صبح بود دیگه روز بود دیگه. رات میگه تیکت میکشیدم تا در پرسرسا سوار شیم دیگه کردیم تا صبح یا شو بود؟ شو بود. چرا؟ اما تو جنگ دیده خانه کردشون؟ نه و مادرم دیگه شو که رفت و دیدیم که شو خانه قلف نمیشه بود. پیسه داشتم گفتم بیا برم خیلی کابل یک جای برم دیگه. پیسه از کجا کردی باز؟ پیسه داشتم کار کرده بودم. چی کار میکردی در اونجا؟ در هتل کار میکردم. چقدر یک خوار بیادر ناجوان. اگه خفا میشی من میگم. به خاطر چی؟ که چند سال هستی؟ 15. مشتبه جان گفتی نی؟ مشتبه جان 15 ساله بیادرک نازدانه سعی کن نام خدا چی یک جوانی داره چی کمی داره میگه در دسترخوانتان بیادرم نگاه میکرد با زنش درا بود نمیباند میزد سبکی میخواست میرفت مکتب میامدم چای نمیداد دیگر نمیکرد با یک چند شو مادرم کشی کرد رفت با بیادرم دیدیم که در میدان با بیادرم صدا کرد بیا خانه گفت میرفتم پس زنش از خانه کرد از خانه کرد بام را گفت فرجه میره بود اون نمبایی کار میکرد شو خواه میکرد تا ساعت 1 بجه از 1 بجه شو میخواست خمیر میکرد تا 4 بجه شو 4 بجه صبح بود بیا خیلی نمبایی بریم خیلی نمبایی بود بیچاره 2 شو 3 شو ما رو موند با یک بچه کم گفت در هتل کار میکنیم هفته ما بیا خیلی بریم در هتل بردم اینجا کار کردم قطعش دیگه شو وقت مادرم بود دیگه تا وقت شوی نکرده بود اما صدر پر در مادر میدارم 20 روپیش در پاو طرف ای طرف شوار خانه میادم در پر ای طرف صبح میرفتم طرف هتل کار میکردم با پیسه رم تمام جمع کردم با مادرم که فهمیدم که شوی کرده با دما 2000 روپیه داد با چاولی مبلغ گرفتم دیگه گرفتم صبحی اومد دکتر میرم خیس رفت با دیدم ساعت 9 بجه 10 بجه شد گشنه شدم در پیشم پیسه بود گفتم خیشات بیا ساعت 1 بجه کنیم بجه شد نامد و در پیشم 2000 بود رفتم یک نان خوردم در خسکفه در موجه بود دیدم نمیشد در یک هفته 3 هفته پس دیگه با خیس مامان اینجا آمدیم با اینجا یگان وقت مادرت یادت میاد؟ دیگه چیکنه دق نمیشی پشتش؟ دق شایم چیکنه دق نشایم چیکنه بیادرم نگاه میکرد خوارم یک مامای مامد و خانه مادر خانه من سودا کرد در یزدیم قطعه ما اولیش قطعه یک اتاق سودا کرد و خوارم 5 تا اولاد داشت گفت خیلی نمیشه 3 هفته قطعش بودم گفت خیلی نمیشه گفت یکم کاری که گفت یکم جای برو کار که گفت شام مسافرم جو بیت گفت کالای من نمیشه خوارم پدر بی پدری بی مادری بیادر خوارم نباشه سخت است بسیار یک بچه با غیرت هستی ما قدر خودم یال اداره کردیم ما به خاطر جگر خون ساختن